یه افسانه قدیمی هندی میگه یه الماسی وجود داره که به هر مردی که صاحبش بشه بدبختی و مرگ هدیه میده، ولی اگه یه زن صاحبش بشه بهش قدرت مطلق میده. این داستان اون الماسه، کوه نور. داستان ما از قرن 18 شروع میشه، وقتی نادرشاه افشار پادشاه قدرتمند ایران به هند حمله کرد. اونجا در میون تمام گنجینه‌های افسانه‌ای هند چشمش به یک الماس درشت و بی‌نظیر افتاد. میگن وقتی نادر الماس رو دید از شدت درخشش فریاد زد این یک کوهی از نوره. اینجوری بود که اسم الماس شد کوه نور. نادرشاه با افتخار اون رو به ایران آورد، غافل از اینکه نفرین الماس هم همراهشه. چیزی نگذشت که نادرشاه، همون پادشاه قدرتمند، توسط سربازهای خودش کشته شد و این تازه شروع ماجرا بود. بعد از اون الماس دست به دست بین پادشاه‌ها و شاهزاده‌های زیادی چرخید و انگار هر مردی که بهش دست میزد سرنوشتش چیزی جز خیانت، جنگ و مرگ نبود. تا اینکه بالاخره این الماس پرماجرا به دست انگلیسی‌ها افتاد و به ملکه ویکتوریا تقدیم شد و از اون روز تا همین امروز کوه نور فقط روی تاج ملکه‌های زن بریتانیا قرار گرفته. انگار انگلیسی‌ها به اون افسانه قدیمی باور داشتن. تو چطور ایرانی هستی که لایک نمی کنی؟